سال 2025 در مقیاس خواجگاه کشاورزی ولایت مساحت غله‌دانی‌ها طبق معلومات سرریاست کشاورزی 52494 گهتار تشکیل می‌دهد که نشان داد نسبت به سال 2024 1159 گهتار بیشتر ارزیابی گردید. زیر مفهوم غله‌دانی‌ها اساساً جو گندم در نظر داشته شده است که مساحتش در مجموع 47971 گهتار به قید گرفته شده. میدان بیشتری آن را یعنی 34780 گهتارش را جو تشکیل می‌دهد. این حال در غله‌دانی‌ها با نظر داشت اقلیم طبیعی ناحیه‌های آگروصنعتی آغاز و ادامه دارد و این مرحله کارهای صحرایی در ناحیه‌های پختکار پیشتر آغاز می‌گردد. طبق معلوماتی به ما رسیده تا به سن 9 ایون در مقیاس ولایت میدان 6807 گهتار غله‌زار دریده شده. روز گذشته در جمع‌آوری غله‌دانه 98 عدد کمباین‌ها اشتراک و تا به امروز 13937 تن جو گندم جمع‌آوری کرده شده است. باید تذکر داد که مساحت بیشتری میدان غله‌دانی‌ها در ناحیه دیوشتیش 18304 گهتار، استرافشان 11927 گهتار، شهرستان 5388 گهتار، پنجگین 5309، باباجان غفروف 3424، جبار رسولوف 2255، ظفرآباد 1893، سپیتامین 1643 و ناحیه مسجد 1445 گهتار به قید گرفته شده است. یادآور میشیم که حاصلناکی غله‌دانی‌ها البته وابسته به انتخاب و کشت نوهای سرحاصل و به کسیل‌ها باور، رعایت طلبات اگروتکنیکی، پرورش، کیفراگیری، آب و آذوقه‌دهی و دیگر عامل‌های وابسته از طبیعت و حالت ملریتیوی زمین است معین خواهد شد. در این زمینه خواجگیداران طی سالهای آخر به انتخاب چنین نوهای خوش‌صفت و فراوان حاصلی تخمی که هم در خواجگاه تخمی پرور استحصال کرده می شود و هم اختراع عالمان تاجیک است و هم از خارج کشور وارد کرده می شود توجه ظاهر کرده ایستادند. البته همه این نتیجه دلخواه را به بار می آورد و به مسئله جمع‌آوری حاصل غله‌دانه در برنامه‌های من بعد مفصل استفاده خواهیم گذاشت.